بچه یه اشتباه کرده، بابا برمیگرده به مامان میگه بفرما اینم نتیجه تربیت کردنت. نتیجه تربیت کردن مادر. واقعا چی میشه که تمام بار تربیت افتاده رو دوش مادر؟ پس نقش پدر کجاست تو این قصه؟ تحقیقات روانشناسی نشون داده پدر یکی از کلیدی ترین مهرهای تربیته. دانشگاه هاروارد، یکی از معتبرترین دانشگاه‌های دنیا، تأیید کرده که بچه‌هایی که پدر نقش داره توی تربیتشون اعتماد به نفس بالاتری دارن، مدیریت خشم و هیجاناتشون قوی‌تره، روابط اجتماعی سالمتری میسازن و احتمال مشکلات رفتاری توشون خیلی کمه. پدر فقط نانآور خونه نیست، پدر الگوی قدرت، محبت و امنیت روانیه. بچه از پدر یاد میگیره چطور از خودش دفاع کنه، چطور خشمش رو کنترل کنه، چطور احترام بذاره به مادر. وقتی پدر خودش رو کنار میکشه، مامان فرسوده میشه. تربیت بچه یه پروژه تک نفره نیست. وقتی تقصیر رو میندازی گردن مادر، داری صورت مسئله رو پاک میکنی. پس به جای گفتن تربیتش با توه، باید بگی تربیتش با هر دوتامونه.